اینا وقتی که استاد دایی را رسیده، استاد دایی دیگه پاچه خدا برزده، حالا از چی میکنه؟ از پل صراط باید چی شه؟ زیر دوزخ هست، از این پل صراط حرکت میکنه. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که لا اله الا الله میگه این داخل جنت میشه بدون شک. اما در میدان حشر خو از توحید و وحدانیت الله و یپا، اینا اگر مشکلات از توحید و ایگپا خلاص شد، با تو داخل جنت میشی. اینا وقتی که لا اله الا الله گفتی و اونجا حالا تو چون این برای کسایی است که حرکت میکنن لا اله الا. خب جنابی که لا اله الا الله گفتی استاد باش. نماز چند سال نماز خوانی؟ صاحب 50 سال. چند رکعت نماز خوانی؟ صاحب این سایکو 8 میلیون رکعت. 8 میلیون رکعت به طریقه کی خواندی؟ نماز مردم افغانستان، نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار کم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز میخوان ان تعبد ربک کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بود؟ ات خالق عبادت میگن مثل که میدیدش بچشم. فان لم تکن تراه، اگر تو دیدن نمیتونی باید در قلبت باشه که الله تو را میبینه. آیا سعی کنیم مثالشان بسیاری وقتا ما مشکل داریم. سبحانك اللهم کلگی یاد داره. آیا در زندگی تا عمیله خواندی نمازی که در نمازت معنای سبحانك اللهم در ذهنت آشکار بوده باشه و با معنای سبحانك اللهم نماز خوانده باشی؟ که صاحبش بگی که سبحانك اللهم، یعنی نماز طریقه رسول سبحانك اللهم. ما شما میشه طرف الفاظ در حرکت هستیم. والا ما گفتم سبحانك اللهم و بحمدک. نه نمازی که اینجا در پل صراط به درد تو میخوره، نمازی که تو به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده باشی که در اونجا ای سبحانك اللهم برای تو خشوع بیاره، ترس الله را در قلبت بیاره. سبحانك اللهم، پاکی است را یا الله، و بحمدک، معنیش در قلبت آمده باشه و حمد و ثنا و صفت است برای تو. و تبارک اسمک، بسیار با برکت است نام تو. و تعالی جدک. نماز گپ زدن با خالق است. خواندی نمازی که گپ زده باشی با خالق؟ این قسم گپ بزنی سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. متاسفانه الله عفو کنه، الله عفو کنه، الله عفو کنه. ما نتونستیم این قسم نماز بخونیم. این نماز حق الله هست. ادا کردیم حق الله را، ادا کردیم حق الله را، ما نکردیم حق الله را. پیش یک کلان که میریم عریضه خدا پیش میگیم جناب محترم وزیر صاحب عزیز، یک عریضه دارم، اگر لطف بکنین امی عریضه ما قبول بکنین. میگیم نمیگیم؟ الحمدلله رب العالمین عریضه هست برای الله. آیا کدام روز گفتیم در نماز خود که الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا و صفت است برای الله. پروردگار تو رب العالمین هستی، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اول صفات الله را 4 صفاتش میگه، باز تعهد به الله پیش بکنی. فکر کردی که مال به الله تعهد میکنی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. باز اینال میگی عریضه چی است؟ اهدنا الصراط المستقیم. حال وقتی که در پل صراط که استاد میشیم که از نماز محاسبه میشیم،
گفتی که لا اله الا الله، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه بغیر از کی؟ الله. به طریقه کی؟ کدام عبادت تعالی عبادت های بر من و شان بده که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و کرده باشی. نمازت به طریقه رسول الله صلی الله علیه و است. آدم باید خدا پیش از این که بره محاسبه بکنه. نمازت به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست کی میتونه بیای بر ما بگه که من 2 رکعت نماز خدای نمی قسم خواندم که احساس کردم که خالق متعال گپ میزنم، گپ میزنم کتش. اول حمدش میگم، صفاتش میگم، تو رحمان هستی، رحیم هستی، مالک یوم الدین هستی. باز تعهد خدا پیش میکنم که خاص تو را عبادت میکنم و خاص از تو کمک میخواستم. باز عریضه خدا پیش میکنم که اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار مرا به راه راست مستقیم هدایت کن، راه کسانی که انعام کردی بالایشان، نبیین، صدیقین، شهدا، غیر المغضوب علیهم، پروردگار در راه کسانی که در غضب هستن، ضالین. بفرمایید چند نفر ما مثلا از یک کسی بیایم اینجا بر ما بگه که والا صاحب من 1-2 رکعت نماز خواندم، احساس کردم که من که الله گپ میزنم و همین قسم گپ زدم. نماز گپ زدن با الله هست نیست؟ از کسی که بر ما بگه من 2 رکعت نماز خواندم، احساسم در نمازی بود که من که الله گپ میزنم و به الله تعهد میکنم و برای الله عریضه میتم هست. بفرمایید. متاسفانه اینا دیگه بالا صراط دیر شدن از این خاطر از جای نماز و به این شکل پیش میری و پیش میری. این قسم باقی مانده چیزایی